در 6 ماه اول سال 2025 رفتوآمد در فرودگاه کلوب 50% کاهش یافته است. این کاهش به فرودگاه تقریبا 15 میلیون سومانی ضرر مالی رسانده است. رهبریت فرودگاه سببی اصلی کاهش مسافران را به وضع سیاسی فدراسیون روسیه ربط می‌دهند. حالا بخش اساسی مسافران فرودگاه کلوب را هم مهاجران کاری تشکیل می‌کنند. اما سال سال تعداد آنها کم می‌شود و فرودگاه کلوب هم زیان مالی می‌بیند. رفتن مسافران از اون وابسته است که وضع سیاسی در دولت روسیه نه اونقدر خوب نیست، همه ما شما می‌دونیم. برای این طلبات نسبت مهاجران کاری باز هم سخت‌تر شده است برای تیار کردن حجت‌هایشون. برای همین کاری ما عموما در سال 25 نسبت به سال 24 50% کم شد. ساکنان هم میگویند که بعد بازپس گشتن دیگر تا چند سال حق رفتن به روسیه را ندارند. مقامات هم اعتراف میکنند که یک عامل دیگری کم شدن سفر به این کشور اخراج آنهاست. پیش از حمله مسلحانه به تالار کنسرتی کروکس در کنار مسکو هر روز تا 4 پرواز هواپیماها از کلوب به شهرهای روسیه انجام داده میشد. اکثریت آنها به شرکت روسی نورالئی نیز تعلق داشتند. بعد از حمله وضع تماما دیگر شد. حالا نورالئی نیز تنها یک پرواز در یک روز انجام میدهد و آن هم اکثرا با تاخیر و بروز. یک سال نشد، 10 سال شد که همه وقت نورالئی قریب خطرش با درمانی اجرا میکنند. این 2 سال اخیر وابسته به حمله طیاره‌های بی‌سرنشین و فرودگاه‌های فدراسیون روسیه برای این بسیار وقت خطر و از همین سبب دیر می‌بینند. بعد از حمله کروکس که مقامات روسیه شهروندان تاجیکستان را در انجام آن متهم می‌کنند، فشار بالای مهاجران تاجیک افزایش یافت. بسیاری از آنها در فرودگاه‌های روسیه بازداشت شده به وطن بازپس فرستاده می‌شوند. ساکنان میگویند که بعد بازگشت چند سال حق سفر به روسیه را ندارند. مقامات تصدیق میکنند که اخراج شهروندان نیز یکی از سبب‌های اصلی کاهش رفت آمد میباشد. امروز بخش اساسی مسافران فرودگاه کلوب را مهاجران کاری تشکیل میدهند، اما تعداد آنها سال تا سال کم میشود و فرودگاه نیز به مشکل مالی دچار میگردد.